الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ټول قدرمنو استادانو مشرانو ځوانانو خویندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکې سایز صاحب وغږېده تر ډېره بریده پورې پښتو غږېده، نو ما فکر کوم کېدای شي ګڼ ځوانان ملګري دوی به په پښتو نه پوهېږي، نو ځکه پکې حرکت نه راځي. نو چې په دري شي ما ویل مال اوس به څوک چکچکې ورته ووایي چې په خبره هم پوه شو، خو هېچا چکچکې ورته ونه والي. ځوانان پر شوره یا نشاطه په حرکت کې از جوان که شوری برآمد، نشاط برآمد، جوش و خروش برآمد، جوان نیست. جوان نام حرکت است. سمون و بدلون نهاد جوان است. تغییر میاره و تصحیح میکنه کارهایی که در جامعه ضرورت است. اگر جوان با حرکت نباشه تغییر آورده نمیتونه. باز شما جوانای ممتاز هستین، شما که اینقدر بی حرکت هستین، جوانایی که تنبل است در صنفتان او حتما زیر پل سوخته و پل محمد خان است. ماشاءالله ماشاءالله حرکت پیدا شد. حالا ما صحبتای خودم میکنم. بهترین صفت جوانای جامعه، بهترین صفت ما و شما ای است که ما فاسد در بین خود نداریم، ما و شما پاٹکی در بین خود نداریم، دزد نداریم، خائن نداریم. ما و شما خلقی نبودیم، پرچمی نبودیم، مجاهد نبودیم، طالب نبودیم. کلانترین تجربه تر ټولو ستره تجربه د موږ تاسو لپاره همدا ده چې موږ له خلقي نه، پرچمي نه، مجاهد نه او د طالب نه دا زده کړو چې وطن نه ورانوو. هر جوانی که شخصیت پرست شد، هر جوانی که به منافع ملی فکر نکرد، هر جوانی که به حرکت خود وابسته کرد که حرکت در بین این نامایی که ما گرفتیم، در بین این ناما به وطن خدشه وارد کرده، وطن ویران کرده، دارالامان ویران کرده، آبشار ویران کرده، چندول ویران کرده، امروز انتحار میکنه، انفجار میکنه. جوان نیست. جوان متعصب نمی باشه. یک جوان حق تعصب یعنی اندوخته های تعصبی را نمی داشته باشه. هر کسی که تعصب کرد، بحث تعصبی را و حتما بحث سنتی داره، بحث قبیلوی داره، بحث محدودی خرد داره. او افغان شده نمیتونه. او یا تاجیک است، یا پشتون است، یا هزاره است، یا ازبک است. به اواخر بعضی از رهبرای ما و شما نمایندگی از پشتون میکنه در حکومت، نمایندگی از هزاره میکنه در حکومت، نمایندگی از تاجیک میکنه. آیا نمایندگی از ما و شما میکنه؟ اگر شما میخواین خود مستقل بسازین، اگر شما میخواین به وطن خدمت بکنید، اگر شما میخواین در کشتی های ترکیه و یونان، اندونزیا، مالیزیا و استرالیا غرق نشوید، باید در حرکت بیاین. خود باید حرکت بردید. منگه درس وایه د ماسترینګ درس مویه التم سیاسي زده کړې یا سیاسي تیوري ویله. د موږ استاد په لومړۍ ورځ راغی، هغه ویلې وایي سیاست بکنین، اگه سرتان مردم جاهل فروخته خائن سیاست میکنه. سر ما و شما امروز همون مردم سیاست میکنه. اگر سیاست نکردین و خودتان در پروسه های سیاسی داخل نشدین، در بازسازی، در وطن سازی، در جامعه سازی، در ملت سازی، مردم سرتان سیاست میکنه. میگم ما صنف 5 نخواندیم، صنف 6 خواندیم. دوستا، جوانا، شما ممتازترین این جامعه هستید. از 22 پانتون ممتازترین فارغ شده. کسی هست که تملیک داشته باشه؟ تلفن جور کرده باشه؟ موتر جور کرده باشه؟ کدام چیزی جور کرده باشه که با جامعه بخیر باشه؟ شما ممتاز شدین برای خود. خیر ببینید. سلام عزیز رحمانی چی هست؟
یک چک چک. در قرن 21 بسیار میبخشید اینقدر پرشوری خوب نیست مثل که شما میکنید. در قرن 21 ممتاز محصل، ممتاز جوان کسی است که تولید داشته باشه بار جامعه نباشه. ما شما ممتاز فارغ میشیم بار جامعه میباشیم، به خاطر که خود ما تولید نداریم، نه کدام اداره را جور میکنیم، نه کدام فابریکه را جور میکنیم، نه کدام اختراع را به میان میاریم، نه کدام حرکتی. انتظار میکشیم پروژه بگیریم، جامعه مدنی پروژه‌ای، جامعه خشونت علیه زنان پروژه‌ای، جامعه ضد مواد مخدر پروژه‌ای، جامعه بازسازی پروژه‌ای، جامعه پاک کردن کاریزها پروژه‌ای، جامعه شهر پاک کردن شهرها پروژه‌ای، جامعه من فروخت گوش سر خر در شهر پروژه‌ای. چی مانه؟ ما چی وقت حرکت میکنیم؟ ما چی وقت مسئولیت خود ادا میکنیم؟ جوانا به این فکر و به این متانت نمیتونه که به جامعه حرکت بده، تغییر بیاره. اگر شما میخواین چطور که خود ما شما خود راسته کردیم، نکتایی زده شرط مرا ببینید چقدر زیبا ترکی مرا ببینید. اگر ما شما همینقدر سر خود مصرف میکنیم، خود زیبا میسازیم، آیا وطن خود زیبا ساختیم؟ در این منطقه و در جهان خرابترین، خشنترین، بدبختترین قوم ما و شما هستیم. شما میفهمید در بیسوادی یونسکو یک هفته پیش بیسوادترین جهان اعلام کرد. بعد از سودان جنوبی که 2 سال پیش مملکت به میان آمد، 2 سال پیش، بعد از سودان جنوبی افغانستان بیسوادترین جهان است. حال بحث دموکراسی است. بحث دموکراسی میگه اکثریت باید حکومت بکنه، صحیح است؟ اکثریت ما شما بیسواد است، باید بیسواد سر ما شما حکومت بکنه. رئیس جمهور ما شما باید بیسواد، رئیس اجرایی بیسواد، 25 وزیرا باید بیسواد. اگر شما این تغییر نبیاریم و این خطر برای خود قبول نکنیم و برای ازی حرکت نکنیم و این تغییرات و این تحولات خود ما به میان نبریم، خوب است که ما شما امروز تصمیم بگیریم که بریم طرف استرالیا، طرف یونان، دشتای ایران بزنیم. نو مسئولیت ما شما بسیار کلان است. مسئولیت ما شما بسیار کلان از این است که ما شما به خود فکر بکنیم، به قوم خود، به زبان خود، به سمت خود فکر بکنیم. نه، مسئولیت ما شما مسئولیت ملی است. مسئولیت ما شما و مسئولیت وطن ما شماست. پاسپورت ما شما در همه جهان، در 186 مملکت ها بدترین پاسپورت است. از سومالیا کدام پاسپورت ما شما بد است؟ از سوریه که یک روز بمبار میشه پاسپورت ما شما بدتر است. در مواد مخدر، در کشت و هم تولید ما شما قهرمانای جهان است. در فساد متاسفانه قهرمان دوم جهان. در حکومتداری قهرمان دوم جهان. چی افتخار ما شما داریم؟ کدام افتخار داریم؟ کدام امتیاز داریم؟ چرا وقت خود ضایع بکنیم؟ چرا به مسائل بپردازیم که او تغییر در جامعه در حیثیت ملی افغانستان نمیاره؟ جوانا، محصلین ممتاز، شما فارغ شدین برای از اینکه داخوش بگیرین یک مسئولیت بسیار خطیر و کلانتری را که او مسئولیت از شما قربانی شخصیتان، مالیتان، فامیلیتان، وقت پدر و مادرتان میخواد. شما باید زحمتای بسیار زیادی نسبت به دیگه مردم بکشین، به این منطقه، به این جهان بکشین تا ما بتانیم یک چیزی از قرن حجر برایم به قرن برنز. ما در قرن 21 زندگی نمیکنیم. ما و شما میالیم مصرفی ترین مملکتی منطقه هستیم. پاکستان خرابترین، خشنترین مواد خود به ما صادر میکنه، ما او را مصرف میکنیم. ایران خرابترین شامپوی صحت برای ما و شما صادر میکنه، ما او را ظرفشویی میکنیم. پگاه بیگاه شیرهای اون وقت تیر شده امیره برای ما صادر میکنه، ما میخوریم از اون خاطر بوده که ما شما استخوان ضعیف داریم. اگر
این مسئله استقامت که از مخترع محترم مولاگل راسخ صاحب یک دفعه بازم برایشان چک چک بکنیم. خدا کنه دیگر دوستان حرکت کرد. ما مخترعین بین شما میخواهیم، ما جوانای را میخواهیم که او ما را از فساد، از حکومتداری بد، از مجبوریت ها و گدایگری بیگانگان، از جنگ نامنی بکشن. شما میبینید هر روز در حکومت، هر روز در استیج ها، هر روز در تلویزیون ها بحث های جنگ برگرفته میشه. چرا؟ به خاطر که 5.3 میلیارد دلار، یعنی 5 میلیارد، 1 میلیاردش چند میشه؟ 1000 میلیون دلار. 5000 میلیون دلار به افغانستان تنها برای جنگ میآید. کدام روز شنیدین که 1 میلیارد یا 1 دلار برای صلح آمده باشه؟ اون میلیارد دلار را که برای صلح داده پس برای نمی مردم داده که هم جنگ میکنه، هم در صلح هم چپان خود انداخته زیر از او پیسه پت میکنه. 5.3 میلیارد دلار. نفوس ما و شما 30 میلیون است. 30 میلیون. اگر برای ما یک کسی 30 میلیون بوده، در هر خانه 1 میلیونر پیدا میشه. در 5.3 میلیارد دلار که 5000 میلیون دلار میشه، سالانه میته. 16 سال برای ما داده تا 2020 بازم برای ما میته. در این اتاق کسی ششته که میلیونر باشه دست بالا کنه، میلیونر دلار باشه. این کجا میره پیسه؟ شما جوانه باید این محاسبات به مردم بکنید، به حکومت، به سیاسیون، به کسایی که گپای کلان میزنه و گپا علیه جنگ میزنه باید کتی از باشه. و اگر نه جوانا صلح میخواد. بدون صلح ما کدام دیگه ارمانی نداریم. اگر ما صلح داشته باشیم، مخترع محترم مولاگل راسخ صاحب برای ما بسیار اختراعات میکنه. اگر جنگ باشه، مثل اونمون دوستایی که گریختن و در کشتیهای یونان و اندونزیا غرق شدن، مخترع صاحب هم غرق میشه. برای تغییر در قرآن 1400 سال پیش فرمول وضع شده. ان الله لا یغیر ما بقوم. الله تغییر نمیده هیچ قومی را که خودش خود تغییر نده. 1400 سال بعد اوباما در 2009 در انتخابات شعارش چی بود؟ چینج، تغییر. 2009 1400 سال بعد تغییر اوباما در امریکا که 200 سال از دموکراسی داره، کلانترین و بزرگترین قوت جهان ماست. همه اختراعاتی که ما و شما سر از او بحث میکنیم از دست کی است؟ امریکایی ها. در 2009 شعارش چیست؟ تغییر. او در خود تغییر میاره. ما مسلمانان که 1400 سال قرآن میخوانیم، در نماز استان الحمدلله الله خلاص. از این آیت و از این پیغام خداوند ما در بین خود تغییر آوردیم. کوکی تغییر؟ جوانا اگر در بین خود تغییر نبیارین، خداوند تغییر نمیاره. میرین تحت پل سوخته، تحت پل محمود خان، زندگی پرعیش آرام. خدا کنه ما شما از اینمی حالت برایم. تبریک باشه به همه شما.